سلام دوستان از لیرولیان. من با یکی از دیگه قسمت های ملو گیتار هم میخوام در مورد گام مینور که اینقدر صحبت کردیم بازم صحبت کنیم. گام مینور به خودت ولوم بدم حال کنی ببخشید. من گفتم اینو میتونی با پنتاتونیک مخلوطش کنی. و گفتیم که درجه سومش میشه گام ماژور، لوکریان، ماژور یا آیونیان، یونیان نخونی آیونیان. مناطق مختلف مثلا یونیه، فریژیه، نمیدونم اینا مناطق مختلف زمان روم قدیم و روم شرق غربی بودا. گام ماژور پنتاتونیک هم میتونید توی ماژور به کار ببرید. آکوردهایی هم که گفتم برات 1 4 من همشون هم دومینانت 7 میتونیم بگیریم. در حینی که داریم ماژور پنتاتونیک میگیری میتونی اینو با چی مخلوط کنی؟ اگه گفتی در صورتی که ما مثلا دومینانت 7 میزنیم، چون گفتیم دومینانت 7 هم خواص مینور دارن ماژور تقریبا دارن، کلی دارن، میگم قانون جنراله، خیلی چیز نیست، قانونی که نداره موسیقی کلا، ولی شما معمولا یه پافشاری اینقدر میکنی که بشه قانون، اینقدر اون کارو تکرار میکنی که بعد بذارن مثلا ششم ناپولی، مثلا سوم پیکاردی. آره اینقدر یه اشتباه انجام بده تا بشه قانون، ولی خب چیزی که میدونه. آره میخوام مخلوطش کنیم با وقتی که دومینانت 7 بزنیم، مخلوطش کنیم با چی؟ با مینور پنتاتونیک ماژور. میبینید چقدر به هم نزدیک توی این سبک با هم قاطی میشه، مخصوصا چیکن پیکین و این حرفا که من خورش نمیدونم شوخی میکنم. بعدی بخوام اینجا پاور کورد بزنیم، پاور کورد ماژور، میگم پاور کورد، پاور کورد که اگه بخوام بزنیم چی میزنم؟ 1 3 رو میزنم، 1 3 1 1 2 3 این پایینه، اوکی، 1 3 یعنی مثلا اگه 2 باشه 3 باشه یا میتونیم پنجمش رو به جز لوتری هم که بعد اینجا به خاطرش پنجمش رو چیز بگیم، البته میتونی اینجوری هم بگیم، ولی خب حالا یا حتی سولش بعد اگه خواستید سویپ بگیم بزنید دیگه سویپ بگیم ماژور. مینور ماژور ماژور که دوباره برمیگردیم.